میگه و فی انفسکم افلا تبصرون، آیا در نفسهای خود شما دقت نمی کنید، تعجب نمی کنید؟ آفرینش انسان معجزه الهی است. انسانی که هر روز با خودش، با اعضا و اندام خودش به اصطلاح مصروف و گرفتار است، آیا به خلقت خود به تعجب نمی بینه؟ به اصطلاح تخم گوشتی که در چشم مانده ولی میتونه ببینه. چنان اسرار و رموز داره که با پیشرفته ترین کامراها همین رقم یک قدرت تحلیل و تشخیص رنگ ها را نداره. زیبایی هایی که نژادهای مختلف دارن، نسل های مختلف بشر داره که آدم از دیدن از این زیبایی ها سیر نمیکنه، از تناسب اندام با حکم ثم سواه. چرا دست انسان بدون تناسب و بدون توقف رشد نمیکنه؟ یک روزی برسه که دستای ما مثل پایای ما وارد زمین بخوره، زمین جارو کنه از پشت ما، ولی دست ما تا یک نقطه خاص رشد میکنه، بعد از توقف میکنه. چرا به اصطلاح به همین ترتیب مویهای ما رشد بدون توقف ندارن؟ بعضی قسمت‌های بدن رشد میکنه مثل موی و ریش و بلوطوری، ولی سایر مویهای بدن ما رشد محدود دارن. اگر همه مویهای بدن انسان رشد کنه مثل مویهای مژه‌ها، میبینیم که انسان به راحتی دیده نمیتونه، انسان به راحتی کار خود کردن نمیتونه، زندگی خود پیش بردن نمیتونه. تمام مصلحت ها را، نزاکت ها را، دیگه به می ترتیب مزاج شناسی ها را خدا در نظر گرفته تا اینکه این اعجوبه خلقت در زندگی خود به تکلیف نباشه. 16 میلیارد چشم متفاوتی که ما در یک نسل بشری میبینیم، چقدر دی چشم ها تفاوت است. حتی امروز دستگاه های امنیتی، دستگاه های مختلفی که برای به اصطلاح ثبت و رجستر انسان ها استفاده میشه، یک نوع فینگرپرینت خاص از چشم انسان میگیره. چرا چشم یک انسان با چشم دیگه انسان فرق میکنه؟ رنگامیزی از او، به اصطلاح امو شکل قرار گرفتن بخشای مختلف عنبیه و به اصطلاح ماشیما و ایناش از روی چشم میتوان بین انسان ها تفکیک کرد و تفاوتایشان پیدا کرد. آیا قرار دادن این همه تفاوت ها در چشم انسانی یک معجزه الهی نیست؟ خدا نمیتونست یک نوع قالب چشم داشته باشه؟ چی نیازی بود که بین یک انسان تا حتی دو برادر چشمایشان فرق کنه، دو خواهر چشمایشان فرق کنه، پدر و اولاد چشمایشان فرق کنه؟ خدا میخواد هنرنمایی خود نشان بده. خدا میخواد احتمالات لایتناهی را به ما نشان بده که در خدایی که الخالق است میتونه با میلیاردها نوع آفرینش تولید کنه و بسازه که هر کدام از او در حقیقت یک قدم است به سوی معرفت پروردگار. چشم انسان 400 میلیون پیکسل داره از نظر کیفیت دید و تا امروز بشر میبینیم که از 20 پیکسل و به اصطلاح 100 پیکسل و 1000 پیکسل بیشتر ما در خیال میبینیم که چند به اصطلاح پیکسل داشته باشه، ولی چشم انسان با میلیون ها پیکسل تفاوت دیده تشخیص کرده میتونه. حتی در یک تصویر میتونه که بین قسمت های مختلفش تفاوت های خاص از او را بشناسه و بین از او کانترست داشته باشه.